سامان دانشجوی بیکار و تنها در یک آگهی شبانه اینترنتی دنبال شغل میگشت. چیزی توجهش رو جلب کرد. نیروی شبانه برای بایگانی قدیمی. حقوق بالا. تماس نگیرید. فقط ایمیل. سامان ایمیل زد و همون شب جوابش اومد. قبول شدی. ساعت 12 شب بیا. فقط در یک اتاق رو هرگز باز نکن. آرشیو شماره 77. بدون مصاحبه، بدون هیچ سوال و جواب و آزمایشی. خیلی عجیب بود، ولی پول خیلی زیادی میدادن. محل کارش یه ساختمان مخروبه قدیمی بود. ساختمانی که هر تا برقش هم ضعیف بود و چراغاش سوسو میزدن. در داخل قفسه های چوبی کهنه پوشه‌های خاک گرفته دیده میشد. اما سامان خیلی زود متوجه شد که روی هر قفسه یه شماره بزرگ حک شده. 50 60 70. و در انتهای راهرو یکی از اتاقها با یک در فلزی قرمز رنگ وجود داشت. اتاق شماره 77. روی در 7 قفل زنگ زده بود. اما نکته ترسناکتر، قفل‌ها همه از داخل بسته شده بودند. سامان از ساعت 12 تا ساعت 3 صبح رو بیکار نشسته بود. همه جا ساکت بود. اما ساعت 3 و 20 دقیقه بامداد صدایی از سمت اتاق 77 اومد. اول یه لرزش خفیف، بعد صدای تق تق تق. انگار کسی از داخل با انگشتش به در میزد. سامان شوکه شده بود. قدماشو نزدیکتر برداشت. قلبش تون تون میزد. تو همون لحظه گوشیش ویبره خورد. پیامی از یه شماره ناشناس. نزدیک در نرو. نگاهش هم نکن. سامان عقب پرید. چطور میدونستم که داره چیکار میکنه؟ مگه کسی اون رو دیده بود؟ شب دوم صداها شدیدتر شد و ضربه ها محکمتر. گاهی شبیه کشیده شدن چیزی روی تیک فلز و گاهی شبیه صدای انسان. باز کن. اجازه بده بیام بیرون. تو که نمیخوای من اینجا بمونم. سامان از ترس یخ زده بود. صدای پشت در اسم رو صدا میزد. سامان، از شامت خوشت اومده؟ بوی خون میداد؟ سامان که هنوز غذا نخورده بود. پس چطور اون بوی خون رو حس کرده بود؟ سامان از ترس فرار کرد و شب رو بیرون ساختمون گذروند. شب سوم سامان تصمیم گرفت گوشه‌های اتاق رو کامل بررسی کنه. روی بعضی از پوشه‌ها تاریخ‌هایی زده شده بود. همه قدیمی، ولی یه چیز مشکوک مشترک وجود داشت. هر پوشه مربوط به یک نفر بود و هر نفر بعد از ثبت در آرشیو ناپدید می‌شدند. پوشه شماره 77. مینا ناپدید شده در سال 1389. شماره 73 ناصر ناپدید شده در سال 1392. شماره 75 یک دختر 14 ساله ناپدید شده در سال 1398. و جای 2 پوشه خالی بود. 76 77. وقتی سامان به جای خالی پوشه 77 نگاه کرد، دید یه پوشه تازه روی زمین افتاده. پوشه جدید. و روی اون نوشته شده بود سامان 78. تو همون لحظه صدای خوشحال از پشت در 77 اومد. بالاخره اسمتو صدا زدن. من مدت زیادی بود که منتظر بودم. صدای چرخیدن قفل‌ها شنیده میشد. نه قفل‌هایی که بیرون بودن، بلکه قفل‌هایی که داخل اتاق یکی یکی باز میشدن. سامان دوید. راهروهای بایگانی تاریک شده بودند. چراغ‌ها هم یکی یکی خاموش میشدن. در فلزی 77 با صدای آروم باز شد، ولی هیچ کس پشت اون نبود. فقط تاریکی مطلق. اما تو تاریکی یه چیزی حرکت میکرد. یه چیزی شبیه یه انسان، ولی با دستای خیلی دراز و صورتی بدون چشم. لباش کاملا دوخته شده بود. سامان فرار کرد و تا صبح بیرون از ساختمان نشست. اما هیچ کسی ندید. وقتی طلوع شد و درها باز شدن، نگهبان فقط یک چیز رو پیدا کرد. پوشه شماره 78. پوشه روی زمین افتاده بود. داخلش عکس جدیدی گذاشته شده بود. یه عکس از سامان. اما صورتش مثل موجودهای دیگه پاک شده بود. فقط یه یادداشت داخل پوشه بود. تو هم وارد آرشیو شدی. وظیفت آوردن نفر بعدیه. از اون روز به بعد هر بار آگهی استخدام شبونه منتشر میشد، یه نفر جدید به اون بایگانی قدم میذاشت و کسی نمیدونه سامان تو کدوم اتاق پنهان شده و به کدوم در زل زده.